اکثر زنان و شوهر امروز در جنجال است. جوانان هم میگم ری سفید آخه انشاءالله اینطور نیست. چرا جنجال است؟ شوهرش گپ میزنه با دخترای مردم، زنش میگه چرا گپ میزنی؟ زن طلاق میده. با 10 مورد با 100 مورد این همی شوهر زنک باز دور از شما، همی شوهر دختر باز بچه باز نمیخواه که زنک باز باشه. این نمیخواه بیچاره، نفسش، شیطانش، هوایش، محیط خراب، اندیوالای فاسد ایره گمراه میکنه. راه حل چی است؟ جریمه با بگو. اگر دیگه مسیج کردی خودت بگو، اگر به نامحرما سخن گفتی، اگر نامحرما را دیدی، اگر موسیقی شنیدی، اگر کمپر قمار نشستی، اگر شراب خوردی، اگر کفشای مسجد فلان دزدی کردی، اگر کیسه بوری کردی، اینه که جریمه است. اگر میخوای جنت بری و اگر نه دوزخ کلان است.